سلام دوستان، به کانال رمانس عاشقانه خوش آمدید. از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. وقتی 14 سالم بود عاشق پستچی محل شدم. خیلی تصادفی رفتم در رو باز کنم و نامه بگیرم که اون پشتش به من بود. وقتی برگشت قلبم مثل یک بستنی آب شد و رو زمین ریخت. انگار انسان نبود، فرشته بود. قاصد و پیک الهی بود. از بس زیبا و معصوم بود. شاید 18-19 سالش بود. نامه رو داد و من با دست لرزان امضاش کردم. اونقدر حالم بد بود که به زور خودکارش رو از دستم بیرون کشید و رفت. از اون روزم کارم شده بود هر روز برای خودم نامه نوشتن و پست سفارشی دادن. تموم خرج هفتگی هم برای نامه‌های سفارشی میرفت. تمام روزم گرسنگی میکشیدم، اما هر روز یک نامه سفارشی برای خودم میفرستادم که اون بیاد و زنگ بزنه و امضا بخواد و خودکارش رو بده و من یک لحظه نگاش کنم و بره. تابستان داغی بود. نزدیک 11 صبح که میشد میدونستم الان زنگ میزنه. پله ها رو پرواز میکردم و برای اینکه مادرم شک نکنه میگفتم برای یک مجله نامه مینویسم و اونها پاسخم رو میدن. حس میکردم پسرک کم کم متوجه شده بود. اونقدر خودکار در دستم میلرزید که خندهش میگرفت. هیچ وقت جز سلام و خداحافظی حرفی نمیزد. فقط یه بار گفت چقدر نامه دارید، خوش به حالتون. و من تا صبح اون جمله رو تکرار میکردم و لبخند میزدم. به نظرم عاشقانه ترین جمله دنیا بود. چقدر نامه دارید، خوش به حالتون. عاشقانه تر از این جمله هم مگه هست؟ ممنون که چنل ما رو لایک و سابسکرایب کردید. کامنت یادتون نره. تا اینکه یه روز وقتی داشتم امضا می‌کردم مرد همسایه فضول محل از اونجا رد شد. ما رو که دید زیر لب گفت دخترگه بی حیا، ببین با چه ریختی اومده دم در، شلوارشو نگاه. متوجه شدم که شلوارم کمی کوتاهه. جوراب نپوشیده بودم و قوزک پام بیرون بود. اونقدر یه لحظه غرق شلوار کهنم شده بودم که نفهمیدم پیک آسمانی من طرف رو روی زمین خوابونده و با هم گلاویز شدم. مگه پیک آسمانیم کتک میزنه؟ مردم اونها رو از همدیگه جدا کردن. از لبش خون می اومد و می لرزید. موهای طلاییش هم کمی خونی بود. یادش رفت خودکار از من پس بگیره. نگاه زیر چشمی انداخت و رفت. کمی جلوتر موتور پلیس ایستاده بود. همسایه شاکی گونه‌اش رو گرفته بود و فریاد میزد. از ترس در رو بستم. احساس یک خیانتکار ترسو رو داشتم. روز بعد پستچی پیری اومد. به اون گفتم اون آقای قبلی چی شد؟ گفت بیرونش کردن. بیچاره خرج مادر مریضش رو میداد به خاطر یک دعوا. دیگه چیزی نشنیدم. اون به خاطر من دعوا کرد. کاش عاشقش نشده بودم. از اون به بعد هر وقت صبح صدای زنگ در رو میشنیدم به دخترم میگفتم من در رو باز میکنم. سال هاست که با اومدن اینترنت پستچیا گم شدن. دخترم یه روز گفت یک جمله عاشقانه بگو. گفتم چقدر نامه دارید، خوش به حالتون. دخترم فکر کرد دیوانه.